همین جور شربت هایی بس برا پتر رغبت خلقی سریع میجا. اگر همین شربت هایی وگاه بحث خبری هوا پرتقال یا هنارانه تیشنبی یا تمرنده یا گندوره موزه همین نوع عام شد کن لیمون بس برا پتر خلق حشاشرین تیات یا میجا. برا پتر خلقی ما خلق بری بانگی مغرب تتن دو قبام طازینن يعني ساعات اگه بری بانگی بس با بگم بفرش دیگه نسام طازین اما حاضرن خب در عمل بس وقت افطاری وقت خون شربت کی کلتوری که مدلیاتی و يعني تشوفت بروفيتش شربت وشريناهيه وشربت شكل جلك يخش على نفطاري ده هل شربت اصلي اكيد يا خوش بي شربت يا طوز يا سخته وهبك نزيكي يا بمتى 6 ساعات هي اش فيري شربت بام حتى بيجو بيجرك الحمد لله يعني كسي تسام بناجت يعني جو خوشه حفتیه تقریبا 10,000 نانا چیتکی نان مازن حفتیه صامونا 700 يعني 7,000 8,000 ام چیتکین اسبوعی هند اسبوعی پتر چیت يعني نزدیکی 15 20,000 روز شنبه و خطبه قال قربال قلدم به هفتیه 4 روز شولت کم روز 12 ساعت 13 ساعت هنده جارا هکه کاسم ریت من بین هنده جارا 15 ساعت شولت کم 4 سپیده حتی 4 ایواری 5 ایواری هم شول اول 22 سال از امریکایی اول تقریبا 3-4 هیبه از الورشول کم نانی چیتکین خاصیام به پیودت از جتینم داره و شولا که خوشه و همین ورشتی خوشک برای تکین ساعت 3 دست بید کم حتی تقریبا ساعت 2-3 نیبرو هکام گله قرب آلاغ بین چون بو مونز لیورا جنازه کمان هنا لیو شوتیان لیو هنا من بو ایره بروسکل لا قبرستانی بروسکل لیو برای رسمیشی گورا تا ایره بهاتین لیرا ناشتمان ایدی سپاس خالچی دکم مگر لگل من ماندو بونو از تنچشا زو سپاس بو ایوش ماندو تنچشا It's very tragic and it's very sad, and I am a mother. I have 3 children, and I really think that it's very awful and very shameless shame for Belgium state because it's very inhuman to treat people who want to have a better life for their children. And to have such a behavior and that leads to death, and the death of our children is very tragic.